با نام و یاد خدای مهربان آغاز میکنیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و دوستداران تاریخ ایران. به کانال سفر در زمان خوش اومدین. در این قسمت از پادکست میریم سراغ اولین پادشاه ایران و جهان که اولین امپراتوری و پادشاهی را در جهان بنیان گذاری کرد. اون شخص کسی نبود جز کیومرث، اولین پادشاه ایران. کیومرث اولین شاه ایران و جهان. کیومرث یا گیومرث در فارسی، گیومرث یا گیومرد در پهلوی، گیومرثن در اوستایی نام نخستین نمونه انسان در جهانشناسی اساطیری و نخستین شاه در شاهنامه است. گیومرث در زبان اوستایی از دو جزء گیو به معنی زندگانی و مرتن به معنی میرنده یا فناپذیر است که تشکیل یافته است. بر اساس قصه های شاهنامه در گذشته های دور انسان ها میان کوه ها زندگی می کردند. در آن موقع که کسی لباس پوشیدن بلد نبود و مردم به صورت برهنه زندگی می کردند، کیومرث لباس پوشید و لباس پوشیدن را به فرزندانش و بقیه انسان ها یاد داد. کیومرث و یارانش لباسی از پوست پلنگ می پوشیدند. آیین پادشاهی به دست کیومرث بنیان نهاده شد. گویند که پادشاهی او همراه با عظمت و شکوه، قانونمندی و فراوانی بوده است. کیومرث پادشاه جهان در کوه ها برای خود تختی ساخت با شکوه که از عظمت قسمتی از این تخت از پایین کوه قابل دیدن بود. که چون نو شد او بر جهان کد خدای، نخستین به کوه اندرون ساخت جای. سر بخت و تختش برآمد به کوه، پلنگینه پوشید خود با گروه. از او اندر آمد همی پرورش، که پوشیدنی و نو بود و نو خورش. کیومرث به خاطر دانش و هنرمندی خود توانسته بود به پادشاهی برسد و همه موجودات از رفاه و آرامش که در اختیار مردم قرار داده بود او را ستایش می‌کردند. حتی حیوانات وحشی هم در برابر او تعظیم می‌کردند. کیومرث به مردم آموخت خوردنی‌ها و پوشیدنی‌ها را تهیه کنند که تا آن زمان هیچ کس چنین چیزی ندیده بود. همچنین به مردم و زندگیشان نظم داد. به عنوان مثال غذا خوردن مردم که موقع مشخصی نداشت را به صورت وعده‌های غذایی نهار و شام تنظیم کرد. پادشاهی کیومرث 30 سال به طول انجامید. او هیچ دشمنی به جز شیطان نداشت. شیطان به کیومرث حسادت می‌کرد. شیطان فرزندان زیادی داشت، اما به این نتیجه رسید که یکی از فرزندانش که مثل گرگ قوی و شجاع بود را به جنگ کیومرث بفرستد. شیطان سپاهی از دیوها و جادوگرها برای فرزندش درست کرد. کیومرث هم پسرش سیامک را که خیلی دوست داشت و از جداییش هم خیلی میترسید آماده جنگیدن با دیو سیاهی که فرزند شیطان بود کرد. کیومرث در دلش آگاه بود که چه اتفاقی میافتد. هنوز سپاه سیامک حرکت نکرده بود که سروش ایزدی مانند پری در لباس چرم پلنگ ظاهر شد و درباره عاقبت سیامک به کیومرث گفت. با این حال سیامک به جنگ دیو رفت. او لباسی از چرم پلنگ پوشید. چون در آن زمان زره وجود نداشت، پسر دیو سیامک را بالای سرش آورد و او را بر زمین کوبید و با چنگالش سینه او را درید و سیامک از دنیا رفت. چنین است آیین و رسم جهان، پدر را به فرزند باشد توان. بپوشید تن را به چرم پلنگ، که جوشن نبود آنگه آیین و جنگ.
وقتی که پادشاه از مرگ فرزندش آگاه شد، جهان در برابر چشمانش تیره و تار شد. شهنشاه از تخت فرود آمد و بر سر و صورت خود میزد و گریه و زاری میکرد. سپاهیان، حیوانات و پرندگان همه به سمت کوه روانه شدند و 1 سال سوگواری کردند. بعد از 1 سال سوگواری از جانب کردگار فرمان آمد که بیش از این زاری و ناله مکن. سپاهی آماده کن و از بین آنها یکی را برگزین و آن دیو بدکار را از بین ببر و کینه را هم از دلت بیرون کن. از آن پس شاه جهان دست به آسمان برداشت و با پروردگار خود راز و نیاز کرد. چشمانش را پاک کرد و برای اجرای فرمان ایزد 1 لحظه را هم از دست نداد. سیامک پسری به نام هوشنگ داشت که همیشه به فرمان پدر بزرگش بود. هوشنگ بسیار باهوش بود و پدر بزرگش او را به یاد پسر پرورش میداد و برای جانشینی خود به هیچ کس جز او فکر نمی کرد. پادشاه پس از اینکه دل خود را از کینه بشست، هوشنگ را فراخوانده و همه رازها، دانشها و فنون را با او باز گفت. به او گفت که من لشکری از پریان و شیر، پلنگ و از درندگانی چون گرگ، ببر و حیوانات وحشی و پرندگان فراهم خواهم آورد. تو از جلو و من از پشت سر سپاه خواهم آمد که من پیر هستم و تو باید سالار سپاه باشی. و این چنین به میدان نبرد رفتند. دیو سیاه بدون ترس در مقابل آنها ایستاد. 2 لشکر به سمت یکدیگر حمله کردند. از گرد و غبار 2 سپاه آسمان‌ها سیاه شده بودند. دیوها از تعداد زیاد سپاه به سطوح آمده بودند و هوشنگ با دیو سیاه پنجه در پنجه شد و چنان فشاری بر او آورد که مرگ را به چشمان خود دید. او را با سر به زمین کوبید و سر از تنش جدا کرد. هوشنگ سر دیو سیاه را به نزد کیومرث برد و در مقابل پاهای او انداخت و این نبرد با پیروزی به پایان یافت. اما کیومرث که گویی منتظر این پیروزی بود و برای آن زندگی می کرد، چندی بعد دار فانی را ودا گفت. ولی نام نیک او همیشه در تاریخ ایران و جهان باقی می باشد و این است آیین روزگار. پس از مرگ کیومرث، هوشنگ به جای پدر بزرگش پادشاه شد. نوبت به پادشاهی هوشنگ رسید. در زمان او 2 تا از مهمترین کارهایی که انجام شد، آهن از سنگ استخراج شد و همچنین مردمان علم افروختن آتش را دانستند. قصه بدین گونه بود که روزی ماری عظیم قصد جان هوشنگ کرد و پادشاه سنگی برداشت تا او را از خود دفع کند. اما سنگ به مار اصابت نکرد و سنگی دیگر برخورد کرد و همچنین اون سنگ شکست و از برخورد آن 2 جرقه پدید آمد که راز افروختن آتش بود. هوشنگ در همان لحظه پروردگار را سپاس گفت و جشن فرخنده‌ای با نام سده برپا کرد. پس از آن مردم آهنگری و ساختن سلاح را آموختند و هوشنگ چاره راه آب کرد و راه آبی ساخت که آن به زمین‌ها و به محل‌های کشاورزی هدایت شد. این گونه بود که کشاورزی آغاز شد. حیوانات اهلی و وحشی را هم از هم جدا کرد و هر یک را بهره گرفت. بدین گونه هوشنگ جهان را آباد کرد.
پس از 40 سال حکومت هوشنگ بدرودش گفت و پس از آن تخت کیانی به پسرش طهمورث رسید. طهمورث در همان ابتدا مردم را فرا خواند و وعده داد که جهان را پر از نیکی کند و چنان هم کرد. از حیوانات بهره گرفت و با پشم دامها نخ و پارچه و پوشیدنی ساخت و ددان و وحوش را در بند گرفت. برخی از پرندگان را دست آموز کرد و به خدمت گرفت و مرغ و خروس را هم پرورش داد. طهمورث وزیری داشت که در نیکی یگانه بود و پادشاه را هم به نیکی رهنمود ساخت. سرانجام گروهی از دیوان بر او حمله ور شدند. طهمورث به نبرد دیوها رفت و آنها را شکستی سخت داد. دیوان از او امان خواستند تا در ازای جانشان چیزی به پادشاه بیاموزند و این گونه شد که نوشتن را به چند زبان به طهمورث آموختند و طهمورث هم نوشتن را بنیان نهاد و از آنجا نوشتن آغاز شد. خب دوستان و دوستداران تاریخ، ما زندگی نامه کیومرث رو از شاهنامه تونستیم برای شما بازگو کنیم، اما در رابطه با ادامه حکومت و پادشاهی اون چیز زیادی در دست نداشتیم و همین چند مطلب خلاصه را هم از شاهنامه برای شما بازگو کردیم. امیدواریم که از این کلیپ و از این پادکست خوشتون اومده باشه. باعث افتخارمه که در خدمت شما عزیزان و دوستداران تاریخ هستم و وقت گرانبهاتون رو در اختیار بنده گذاشتیم. کانال بنده رو سابسکرایب کنید. در ادامه و در پادکست بعدی میخوام در رابطه با ادامه پادشاهی کیومرث و بعد از آن که چه کسی بعد از طهمورث پادشاه شد و چه اتفاقاتی در جهان و در ایران رقم خورد رو براتون بازگو کنم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. اون زنگوله بغلش رو هم بزنید تا پادکست بعدی بارگذاری شد به شما اطلاع رسانی بشه. ممنونم که همراه هم بودید. عاشقتونم، خیلی دوستتون دارم و بدرود.